کایل واکر خودش اولین ضربه رو میزنه و ببینیم توی دروازه. لوتارو مارتینز کاپیتان اینتریا خیلی راحت وسط میزنه. لیاو چیپ ناز. یوز پلنگ ایرانی ببینیم چی میکنه با این پنالتی، زمینی میزنه توی دروازه. ژائو فیلیکس خیلی آروم یه چیپ میزنه وسط توی دروازه. دیمارکو ببینیم چی میکنه با این توپ، میزنه و گلر میگیره. هرناندز وسط توی دروازه. میخیتاریان دروازه‌بان چرا رفت اونور؟ میخیتاریان خیلی آروم توی دروازه، خیلی راحت. پولیسیچ میزنه بیرون. دامفریز از اینتر خیلی مسلط توی دروازه. تامی آبراهام ببینیم چی میکنه با این تو و میزنه تیرک. اینتریا اگه اینو گل کنن برنده بازی میشن. خود تورام خیلی ریلکس تمام.